بینندگان عزیز السلام علیکم. باغ چهارمغز در اومدیم. گفتیم یک چهارمغز رو تماشا کنیم. تماشا کردیم بار که وقت خورشید دیدی چهارمغز دیدی بسیار نشان در اوجان در نشان نمان. یک آوی دیگرشون بستیم. هوا آورنوکای در روز شد آورنوکای هر کی میبره نبرید کی وقت مخشوا خیر تینجایم فیلم دیدی چهارمغز یک تاشه دیدیم که گل چهارمغز گل نمیکنه خیلی چیزک میکنه. انا هم خیلی چیزک یک تاشه دیدیم دو دونه داشت. با وجود دیر شنوندن ما یک حرکت کرد که خیلی نشان بتیه. اینا برادر عزیز ایم به حد خش رو حرکت کرده گیه. ایس پرسیت ای سالش دیساست دیر شنوندیم. علاوه دیگه که خوش دیساست. ایس پرسیت نابرمده است. دیر شنوندیم دیر تای خوش شد دیر اوش رسید و هم خاطر اسپارسیت. این هیچ چهارمغز دیگری. با هر حالم ما گفتیم که به حد دیر کردیم که نه شکر خدا نگاه کنید نیال چهارا شکرانه خدا به حد حرکتشون خوش روی شم نرسه ای 300 ای 600 تا بگیم 200 تاش موندگی ای 400 تا حساب کنیم ای 400 تا 8 دونه قاق 8 دونه قاق هم نیستن ساز نشدن ولی هم با امیدیم که ساز میشون هست تمام اینه یک دونه شمیجه اینا ای پایان برگ داره ای خوبه این طرف هم دشاخه هر دشاخش برگ داره یک تاشم خیلی گل کرده گیره در یک جایی دیدم که وقتم خشید گم کردم جوشه یک تاش دیدم هم خیلی و چون اینجا کمتر خم اومدگی که حوضگی حوض فایده داره اونورا که زمین میکشه و بسیار خوب میشه. این هم خیلی برادر عزیز گفته که چهارمغزا تا نشان تشکیل شدن. این چهارمغزا این چهارمغزا دیدی بجوشید این شوخش نه بیرون برمد این چهارمغز این درختی چهارمغز یپونی. برادر عزیز کهدره و لفدره هم شروع کردگیم. اینش کمتر خیلی سبزه اینش هم سبزه کهدره و شروع کردگیم. هر جا داره دیسیم کروش اول مردم اول یوغا نمیدرمند برای قاق نشوه ما اول کروش داره دیسیم که گم شوه. سال گذشته هم همین خیلی دریوشیش داره دیدیم کروشه این سال هم دریوشیش بدرویم کروش گم شوه بسیار خوب میشه. یکی کروش یکی پران هیچی معقول نیستن گم شوان انا یم برداره باغ میشه و آینده همین خیلی تو نزدیکی هم چهارمغزه هم تنک هم خیلی بالا میریم نمیدونم تا کجا رو میریم. اگر نصیب باشه بهار جفت میکنم سنگی بسیار داره اینجا زمینش بزیبای شدگارش میکنم سپارسیت میشپیمش هم باغ شو هم علف و یا تیر دفاختک میگن کو و درختی که ریشکند کردیم وردیم کو ای مبین زمین چپاشیده بود اینا برگاش سازن انشالله که چسبیدگی. این هم خیلی برادر عزیز نه جبوری بیرون کردگی ما گویا با گفتی بعضی ها او رفته است خوبه او خاکنیم او هیچ چهارمغز را و برادر عزیز یک چیز دیگر وقتی که ماشین نداشتیم موتورسیکل داشتیم در موتورسیکل بچه همی اولچه بندک را بار کردم و آوردم یعنی که امسال گرفتن قریب که پختیستن یک تا دو تا نیست یک 40 تا 50 تا اینجا آوردم در اینجا شنوندم های 40 تا یکون 8 تا 10 تاش قاق شد نه قاقای 8 تا 10 تاش قاق شد بکنودش چسبیده است نصیب باشه یک جنگل میشه جنگل اولچه بندک. بغیر از این باز او یکون 3-4 کیلومتر دورتر در همونجا یک
زمینی خمرنگای ov نداره ovش یک 500-800 متر buradan در کور میگم یک شلنگی یگان 50 گیرم او برم به همجوره و در همونجا یک باغ ölçebandek بکنم نه برای که 3-4 کیلومتر دور که باشه هیچ وقت باغ نمیتونی که برای قلاوری کنی راه گیری رو فقط صدقه میشنونی بگذار که کودکو بخورن در بخلشگاه میدونی میزدن در وقتش بگذارم خیلی کنن بخورن یک تا دیم که بگذار خرس بخوره پرنده بخورن دیگر فقط که بشایی ölçebandek یک نمود درختی هست که یک چسبید ریشش دوید دیگه را بریدن بگیر هر سال یک تا میبره در جای یک تا 20 تا 30 تا میبره ریشش بسیار خوبه در بعضی موارد ها خوبه در بعضی موارد های دیگه نه مثال در دهه لرون پایین در دوره سیاس شنوندن از کندیستن شو چی سرفراشون نمیروند در میانده شنوندگیان در دوره سیاس باغ کلانشتگی صاحبش خطی چخشک کردیم گفت بیو با تراکتور بکن بیبره 500 دانه اگر همجا بشنونم تیر ماه یا بهار اگر که 500 دانه همجا بشنونم برادر تیر ماه یا بهار ایره بدونه که بچه ما بمریم به ارمون و بیجور کانالمون محکم کنم ما کارمون کردیم یعنی کارمون کردیم دیگر لازم نیست این میچتای برای من یکی هم بر دیوال ساوز کردن درخت نشاندن شیناندن درخت یکی در همجا یک باقی ölçebandek کردن شاید که در بین ölçebandek باز یک روز دیگر بشین فقط که ölçebandek خیلی که گو نمیخرشه بخرشم هیچ گپ نیست سالشی در و برادر عزیز سلامت باشه زنده باشه طبیعت باید حفظ کرد وطن حفظ کرد دویم در فکر آبادی وطن باید باشی نمیشه که هم خیلی ما بسیمو تاجیک مردم هم خیلی میگیم او چی اون نمیکنم چی بکنم برادر گوری هر یکی ما جدای هر یکی ما دپرسمون جدای دپرس میکنه هر یکی ما با کرده و نکرده خود جواب گوییم با همین خاطر هیچ وقت باید نگیم که چی و اون میکنم من بکنم هر کس باید بکنه که این خیلی باید بکنه که او یکی نمیکنه تردید یا با ننگ با ناموسش بیایه یا که با قهر بخیزه ایت خوبتر بکنه آن هی میشه دیگر گپ خیلی که بگوی که او نکرده است من نمیکنم تا بکن که او مرده ایت زیادتر بکنه این دیگر میشه و خواه در وطن نیستی وطن آباد بکنه و چخیل بگم نگی که فلانی باید آباد کنه نه هر کس حقیقتش باید آباد کنه با هم خاطر گفتیستم که دوستی و رفاقت یک دیگر فهمی را عیت استادن در کار نیست بعضی وقتا استغفرالله گفتن یاد گرفتن در کار این چخیل گفتن کردن دیگره وقتی که گفتی انشاءالله که باز میکنی برم باز کهدره و دوام که مزه نیست یکون هفته شد باور کنی گپ میزنی عرق میکنیم تا بیجونی بس شدگیم خیر خداوند آینده را تنج داره برای آینده تنج اینکه تا بیماری امروز پگاه فوت میکنی ایجاد نخیزی یا که کار نکنی این ایروی مردینگی نیست ایروی آدمگری نیست خواه تو مرده است خواه چی هست باید کار کنی که مرده که ما این چرمز خورد ها یک حقارت است که نبگه که چرمز فلانی همه خبست است برادر این هم خیلی امروزه نواری ما همین سلامت باشه زنده باشه خب برادر عزیز بسیار گپ نزنیم در امان الله تا بازدید